ویدیو جدید رونالدو در چنل خودش با یه چالش جدید که بله رونالدو دوباره یه ویدیو جدید توی چنل یوتیوبش آپلود میکنه که این بارم بازم با مستر بیسته که توی این ویدیو رونالدو خودش به چالش میکشونه با یه چالش خیلی متفاوت و خیلی باحال. چالشش هم این شکلیه که باید رونالدو یه پنالتی بزنه هر بار که هر بارم پنالتیش رو گل میکنه یه دروازه‌بان به اون دروازه اضافه میشه که چالش شروع میشه و اول از همه خود مستر بیست تگ تنها توی دروازه است که رونالدو باید بهش گل بزنه که گل زدن براش این آب خوردن و خیلی راحت سریع گل میزنه. زمانی که گل میزنه یکی از همتیمیای مستر بیست میره توی دروازه و به 2 تا دروازه‌بان تبدیل میشه. این یکی هم رونالدو راحت دوباره گل میزنه و اونا خیلی ترسیدن که رونالدو یه شوت بزنه تو دستشون و صورتشون و جاهای حساسشون و کلا دردشون بگیره. چون دیگه همه میدونن دیگه رونالدو شوتاش واقعا عجیب و غریبه. بعد از اینکه دوباره گل میزنه به 3 تا دروازه‌بان تبدیل میشن که این بار متاسفانه رونالدو میس میکنه و خطا میزنه که به تیر دروازه میزنه که واقعا فکر کنم بازم اینم شانسی بود که گل نشد و واقعا قرار بود که اینم گل بشه ولی شانس بعدش این گل نشد. که دوباره امتحان میکنه و این بار دوباره گل میکنه و بعدش میشه به 4 تا دروازه‌بان تبدیل میشن که این وقتی که 4 تا دروازه‌بان تبدیل میشن هی داره فکر میکنه که کدوم ور بزنه که بتونه گل بزنه که خودتون برید ببینید چی کار میکنه. بله اینم یه چالش دیگه بود که رونالدو انجام داده که همینجوری اگه رونالدو پیش بره فکر کنم دیگه بتونیم ویدیوهای خیلی عجیب و غریبی از توی چنل یوتیوب رونالدو ببینیم که واقعا قراره بتره کنه. بله این ولاگ رونالدو از خونه خودش که بله درست شنید رونالدو داستان ما یه ولاگ میگیره که تمام زندگیشو توی یه ویدیو نشون میده که حتی خونه‌ش و کارهایی که میکنه و کارهای کلیدی که در روزمره انجام میده رو نشون میده که اول از همه ولاگش از توی آشپزخونه شروع میشه به خاطر اینکه از نظر رونالدو غذا خوردن و از همه مهمتر آب نوشیدن یکی از مهمترین بخشای زندگی و کلید موفقیت خود رونالدوه که رونالدو اینجا خودش میاد و میگه که من در روزمره کلا میشه گفت تقریبا 3 تا کار خیلی مهم دارم که امروز قراره بهتون نشون بدم که اول از همه من خیلی وقت زیادی توی آشپزخونه میذارم و غذا برای خودم درست میکنم و کلا غذا میخورم و کلا غذای خانواده‌ام و حتی خودم درست میکنم که توی یخچالش هم حتی اگه ببینید میبینید که فقط توش آب و پرتقال و یه ذره هویج و یه سری میوه و خیلی چیزای سلامت و خیلی درست حسابی که اینجا رونالدو میاد و میگه که من پیتزا خوردن و فست فود خوردن و حتی به زندگیم اضافه کردم. هر از گاهی با خانواده‌ام میشم پیتزا میخورم و فست فود میخورم به خاطر اینکه نمیخوام بابای خیلی حوصله سروری برای بچه‌ام باشم. که بعد از اینکه صبح غذاشو میخوره و کلا وارد باشگاه میشه و شروع میکنه به کار کردن در کنار زنش یعنی جورجینا که اینجا دوباره رونالدو میگه که من خیلی علاقه زیادی دارم که با زنم یعنی جورجینا کار کنم و تو باشگاه با همدیگه حرکت‌ها رو بزنیم و کلا خیلی با همدیگه روحیه میدیم و خیلی همدیگه رو پوش میکنیم که بتونیم کارا رو بهتر انجام بدیم. که به گفته خودش هم خیلی وقت زیادی و توی باشگاه خونه‌ش هم میگذرونه در کنار زنش که بعدش هم میره به یه زمین فوتبالی که توی خونه‌اش داره و با پسرش به گفته خودش اونجا تمرین میکنه که اینجا رونالدو میگه که من این 3 تا کارو کلا خیلی انجام میدم و این 3 تا از مهمترین کارهایی که من در روزمرم انجام میدم تو خونم که آخرش هم اینه که با پسرم بیام تو این زمین چمن کوچیکی که داریم بشینم باش تمرین کنم و فوتبالشو بهتر کنم. که برای رونالدو خیلی مهمه که بچه‌هاش بتونن ادامه مسیر رونالدو رو پیش بگیرن و بتونن اسم رونالدو رو دوباره با افتخار ببرن بالا. آیا تا حالا براتون سوال پیش اومده که رونالدو چند تا دوست دختر داشته؟ امروز قراره که با هم دیگه ببینیم که از همون روزای اولی که رونالدو فوتبال شروع کرده تا به امروز رونالدو چند تا دوست دختر داشته و کیا بودن. اولین دوست دختر رونالدو زنی بود به نام جوردانا که به گفته رونالدو این زن خواهر یکی از دوستای صمیمی همتیمیاش بوده که واقعا خیلی عجیب و غریب و یه داستان خیلی طولانی عجیب و غریب دیگه ای داره خودش که خیلی رابطه خوبی داشتن و با هم دیگه خیلی خوب بودن و همه چی عالی بود و سالم بود تا وقتی که رونالدو مجبور میشه از SCP بره به منچستر یونایتد که زمانی که فاصله بینشون زیاد میشه و همدیگه رو خیلی نمیبینن از این فرصت جوردانا استفاده میکنه و میره به رونالدو خیانت میکنه که بعد این داستان رونالدو وارد رابطه جدید میشه با گما اکیستن با یه بازیگر آمریکایی معروف مدل که واقعا خیلی
مدل خوبی هستن که بعد مدت از 3 ماه دوباره این رابطه هم به پایان میرسه که واقعا حتی دلیلش هم حتی معلوم نیست و رونالدو خیلی هم سعی کرده بوده که تو اینترنت و مدیا بیاد کلا به ما مثلا آدما بگه که مثلا داستان چی شده، ولی زن راضی نبوده و گفته که من راضی نیستم که دلیل جداییمو به کسی بگی. که این زن بعد رابطهش با رونالدو میره پیش رایان گیگز و رابطهشو با اون شروع میکنه. که بعد این داستان رونالدو با یه رابطه دیگه میشه با کیم کارداشیان که دیگه واقعا همه کیم کارداشیان رو میشناسن مطمئنم و واقعا یه رابطه خیلی خیلی کوتاه بوده و گفته شده که واقعا کوتاه ترین رابطه رونالدو بوده، یعنی چیزی بوده که تقریبا هم دیده بودن و میگفتن کوتاه ترین رابطه‌ای بوده که رونالدو داشته. رابطه رونالدو و کیم کارداشیان تقریبا میشه گفت توی 2 هفته به پایان رسید که دلیلش هم حتی هنوز هیچکی نمیدونه. و نفر بعدی هم آریان شیک بود که تقریبا میشه گفت دیگه همه اینم میشناسن و میدونن که آریان شیک یه مدل معروف روسی بود که رابطه‌شون میگفت تقریبا 3 سال طول کشید. که داستانم برمیگرده زمانی که رونالدو جونیور یعنی پسر رونالدو وارد داستان میشه و هیچ عشق و علاقه آریان شیک نشون نمیده به رونالدو جونیور. که زمانی که مادر رونالدو متوجه این داستان میشه این رابطه رو همون لحظه تقریبا میشه گفت به پایان میرسونه. و در آخر رونالدو با جورجینا آشنا میشه که تقریبا میشه گفت تا همین امروز همچنان با هم دیگه رابطه دارن و قصدشون هم به گفته خودشون خیلی خیلی جدیه و فکر کنم دیگه این آخرین رابطه ای باشه که رونالدو داره و واقعا دیگه آخریش باشه واقعا برای رونالدو. حالا یا باورتون میشه که رونالدو سکس رو ترجیح میده به فوتبال؟ Against Juventus, quarterfinals of Champions League, probably one of the best goals I ever seen in football. Better than sex? Better than sex? No. It was, wasn't it? No, with my Gio, no. She said that she wears sexy lingerie in bed every night. And she does that because it makes her feel good. So the obvious question, Cristiano, is does it make you happy? Makes me happy. حالا شاید باورتون نشه ولی رونالدو قبلا خیلی خیلی زشت بوده. $600 برای ابروهاش، $2000 برای پیشونیش، $5000 برای دماغش، $20000 برای دندوناش که بعدش هم موهاشو درست کرد. که میشه گفت تقریبا رونالدو تمام صورتش رو قشنگ سرویس میکنه و کلا تموم میکنه و یه صورت جدید میسازه. آیا تا حالا براتون سوال پیش اومده که رونالدو پردرآمدترین مرد کل دنیا خونه‌ش شکلیه؟ این خونه هر چیزی که فکرشو بکنید و داره، یعنی از چندین تا اتاق بگیر و یه حیاط خیلی غول‌پیکر گنده و کلا میز بیلیارد و سینما و هر چیزی که فکرشو بکنید. که $4 میلیون هم هزینه این خونه‌ش شده. که رونالدو زمانی که قراردادشو با ریال مادرید بس سریع رفت این خونه خیلی خفن $4 میلیون رو خرید که یه روم تور هم میذاره که بریم با هم دیگه روم تورشو ببینیم. I love this dog. You know why? Because he's always quiet. Cristiano play football. We have the nets there. It's already there, and we create here the Christmas tree because. که آره واقعا یه خونه خیلی رویاییه که واقعا داشته باشی و واقعا خیلی خفنه. آیا باورتون میشه اگه بهتون بگم که رونالدو یک بار نزدیک بوده بمیره و 10 نفر رو با خودش بکشه؟ این داستان میگه زمانی که تازه رونالدو اولین جت شخصی خودش رو خریده بود و کلا داشت باهاش عکس میگرفته و اشغال میکرد و میرقصید روش و کلا از این کارهای عجیب و غریب که همه چیز خوب بود تا یه روزی که رونالدو با خانواده‌اش سوار هواپیما میشه تا بره به یه جای دیگه. وقتی که رو هوا بودن مشکل پیدا میکنه هواپیما، مجبور میشن که هر چه سریعتر فرود بیان رو زمین. که گفته شده بود که چرخهای لند کردن هواپیما مشکل داشت و نمیتونستن فرود بیان و واقعا خیلی چیز استرس آوری بوده اون لحظه. که خودش با موفقیت میتونن بعد چند ساعت و فرود بیان و زمانی که فرود میان کلا آمبولانس و کلا بیمارستان و کلا هر چی نیرو داشتن رو میفرستن به سمتشون و خدا رو شکر همشون هم زنده میمونن و رونالدو داستان ما هنوز زنده است. یکی از خجالت آورترین لحظات زندگی رونالدو رو الان قرار بهتون بگم. این داستان که سال 2017 زمانی که رونالدو یه کشور دیگه داشته میرفته به کشور مادرید و قرار بود که کشور مادرید با یه مجسمه قیافه خود رونالدو بهش خوش آمد بگن. این قرار قیافه رونالدو باشه که واقعا یه چیز خیلی عجیب و غریبیه و واقعا حتی خود رونالدو هم اون لحظه این مجسمه رو دیده بود داشت بهش میخندی. که اینم بهتون بگم که این داستان کلا میم شده بود توی کل اینترنت اون زمان که حتی از زلاتان هم میپرسن که تو اگه جای رونالدو بودی اون لحظه چیکار میکردی که بریم با هم دیگه جوابشو ببینیم. Zlatan, what would you have done if you were Cristiano in that scenario? I would say, listen, I'm honored for the statue, but you don't have your work. You're fired.
شاید باورتون نشه ولی رونالدو پردرآمدترین مرد کل دنیاست که امروز قراره از هر 1 ثانیه تا هر 1 سال که توی عربستان داره بازی میکنه بهتون بگم که چه جوری پول در میاره. رونالدو هر ثانیه $6، هر دقیقه $380، هر ساعت $22,000، هر روز $548,000، هر ماه $16 میلیون و هر سال $200 میلیون پول در میاره که این داستان باعث شده که بالاترین پردرآمدترین مرد دنیا باشه. باورتون نشه ولی رونالدو یه بار نزدیک بود بره به زندان توی کشور اسپانیا که این داستان برمیگرده به سال 2011 تا 2014 زمانی که رونالدو توی اسپانیا داشته برای این مدتی زندگی میکرده و یه سری مدارکی دولت اسپانیا میاره بالا که نشون میده که رونالدو داشته از مالیات فرار میکرده و هیچ تکسی پرداخت نمیکرده یا همون مالیات که گفته شده که بدهکاری که داشتم $17 میلیون بوده که واقعا رقم خیلی خیلی زیادیه که دولت اسپانیا به رونالدو 2 تا راه داد، یا اینکه میری 5 سال به زندان یا باید $28 میلیون پرداخت کنی برای جبران تمام اون مالیاتایی که پرداخت نکردی که پولم دیگه درمان هر دردی از اونجا که بهتون گفتم و رونالدو مثل چک کف دست همه رو براشون مینویسه و تموم شه میره. حالا شاید باورتون نشه ولی رونالدو تونسته با حرکت چند ثانیه‌ای بتونه $1,000,000,000 ضرر بزنه به این دنیا. داستان که زمانی که رونالدو یه بازی داشته و قرار بوده که بره به سمت بازی کنه و این چیزا و قبلش میان گزارشگر ازش سوال پرسن و کلا در مورد بازی که قرار انجام بده و کلا سوالای شخصی و این چیزا که این اتفاق میفته. که بله با همین حرکت چند ثانیه رونالدو که تونست 2 تا کوکاکولا رو بذاره بیرون صفحه تونست چندین $1,000,000,000 ضرر بزنه به کوکاکولا که اگه بخوام بهتون درست‌تر بگم قیمتی کوکاکولا رو $1 آورد پایین با این حرکتش، یعنی با همین $1 قیمتی که اومد پایین $4 بیلیون ضرر زد به شرکت کوکاکولا که واقعا قدرت و اباحت رو ببین که با یه حرکت کوچیک چطوری میتونه یه چیزو نابود کنه. حالا اگه باورتون میشه اگه بهتون بگم که رونالدو قرار بوده یه روزی خواننده بشه که گفته چون که رونالدو خیلی علاقه زیادی به خوانندگی داشته و کلی آهنگ خونده و کلی تست هم داده و حتی امتحان کرده چند بار آهنگ بخونه و واقعا بده بیرون و همه گوش کنن که بریم با هم دیگه چند تا از صداهاشو بشنویم. Amor mío, eres el ser que amo sin fin. Look at his voice! Mi vida es toda. Whitney Houston! Whitney Ronaldo! که واقعا خیلی صدای قشنگیه. حالا هممون میدونیم که رونالدو خیلی علاقه زیادی به ماشینا داره و خیلی هم چند بار تلاش کرده که واقعا بره روی راننده خیلی خفن بشه و بره مسابقات رانندگی شرکت کنه که حالا بریم حرفاش هم در مورد رانندگی و کلا مسابقات رانندگی بریم. از اونجایی که هممون میدونیم رونالدو یکی از محبوب ترین و معروف ترین آدمای کل دنیاست و به خاطر همین هر وقت که توی اینترویوهایی که میره یا همون گزارشایی که ازش دارن میگیرن گزارشگرا میان بهش کلی رکوردایی که زده رو بهش میدن که با هم دیگه بریم ببینیم. You currently hold these records. Most goals in a UEFA Champions League season by an individual. Most Champions League goals scored in a calendar year. Most hat-tricks in a La Liga career. Most followers on Twitter for an athlete. Most liked person on Facebook in the world. Pretty که آره این رکوردهایی که بهش میدن تقریبا میشه گفت فقط برای فالوورایی که داره، معروف بودنشه، ماشینایی که میخره و کلا کارهای عجیب و غریبی که در روزمره داره انجام میده و همش داره رکورد حساب میشه براش. که آره معروف بودن واقعا خیلی چیز بالی، خیلی حس بالی داره. ولی رونالدو معروف بودنش باعث شده که حتی نتونه بره یه شام غذا بخوره بیرون. یعنی هر باری که میره بیرون یه غذایی بخوره توی رستورانی یه حالی بکنه و آرامش داشته باشه همیشه میان ازش عکس میگیرن و کلا نمیذارن آرامش داشته باشه. و حالا قراره بهتون یکی از عجیب و غریب ترین چیزهایی که رونالدو انجام داده و خریده رو بهتون بگم که این چیزی که رونالدو خریده هزاران میلیون مایل فاصله داره از زمین که اونم یه سیاره دیگه است که رونالدو خریده و اسمش هم گذاشته CR7 کاسموس ردشیفت 7 که واقعا خیلی چیز عجیبیه که یه فوتبالیست بتونه یه سیاره دیگه بخره تو این دنیا که اسم خودش هم بذاره روش.
که یکی از کارهای عجیب دیگه‌ای که رونالدو انجام میده و واقعا ما آدم‌ها انجام نمیدیم اونم اینه که 7 بار رونالدو غذا میخوره در روز، که واقعا یه چیز خیلی عجیب و غریبیه. که به گفته خود رونالدو عاشق غذا خوردن و به نظر خودش کلید موفقیتش میشه گفت غذا خوردنه، که واقعا 100% غذا خیلی چیز مهمیه در ورزش کردن و کلا بخوای یه آدم ورزشکار خیلی خفن بشی. که گفته شده که رونالدو رفته یه دونه سرآشپز خیلی خفن و استخدام کرده که براش 7 بار غذا درست کنه، که هر 7 بار غذایی که درست میکنه رونالدو باشه سلفی هم همیشه میگیره و عکس میذاره تو اینستاگرام. که رونالدو انقدر عاشق غذا خوردنه حتی هر جور شده باشه توی زمین بازی هم غذا میبره و غذا میخوره. که بریم با هم دیگه ببینیم. و حالا قرار با هم دیگه بریم یکی از عجیب و غریب ترین تبلیغات هایی که رونالدو انجام داره رو با هم دیگه ببینیم. که بله هر کدوم از این تبلیغات‌های مزخرف خنده‌داری که دارید می‌بینید میلیون‌ها دلار برای رونالدو درآورده. و هممون می‌دونیم که رونالدو یکی از معروف‌ترین آدم‌های دنیاست. اونم به خاطر چی؟ به خاطر بدن خیلی خفنی که داره. حالا شاید براتون سوال بشه که رونالدو چجوری تمرین می‌کنه در روزمره، واقعا چقدر تمرین می‌کنه و چقدر زندگیشو واقعا وقت می‌ذاره برای تمرین کردن. که گفته شده درصد چاقی بدن رونالدو حتی کمتر از یه مدل خیلی حرفه‌ای و معروفه. که به گفته خودش در سال گذشته تونسته 620 ساعت ورزش کنه توی کلا باشگاه و کلا فوتبال بازی کردن. ولی واقعا خیلی عجیب و غریب که آدم 620 ساعت ورزش کنه.